این هم مسجد یعنی انشاءالله که در آیند یکی از بهترین و بهترین ها مسجد می باشه. امیدوار هستیم. ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، الحمدلله که با کمک و یاری خداوند و با کمک یاری برادران ابا و خواهران اکا و دادران الحمدلله چی قدری که مبلغ در کار بود الحمدلله جمع کردن و این مسجدی که میبینن این حال ما در داخل این هستیم اینا خریداری کردن میکنن، یعنی دکومنتاش به نفر میکنن بعد از آن که هشتم هنوز این حال کرانتین که است با اون خاطر و انشاءالله که هر کسی که دلالتی خیر کرده گیت نامه اعمال و اجر ثواب نوشته میشه. هر کسی که یک سوم یعنی گذارون یعنی 10 سوم یعنی 100 یعنی 1000 یعنی 10000 هر قدری که گذارونه الحمدلله بارک الله فیکم، یعنی الحمدلله که یعنی جوانمردی را نشون داده که در مدت چند که همه سوم جمع کردن خریداری کردن. انشاءالله که یکی از بهترین صدقه های جاریه است که در نامه اعمال ما و شما نوشته میشه بعد از مرگ ما و شما. بارک الله فیکم. باز هم انشاءالله که هر انسانی که یک عملی خیری کنه در اینجا تا بعد از مرگ اونها را در نامه اعمال او نوشته میشه. هر کسی که نماز بخونه در نامه اعمال او اجر ثواب نوشته میشه، چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من دل علی خیر فله اجر مثل فاعله، یعنی که از بهترین کارهای عملهای خیر همین مسجد است، چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من بنى لله مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنه. هر کسی یک مسجد بنا میکنه به خاطر الله در دنیا، الله در آخرت یعنی در جنت برای او قصر آماده میکنه. با مخاطر انشاءالله که این قصر دنیای ما و شما های و در جنت الله برای هر یک از ما و شما انشاءالله که این گونه قصر آماده میکنه. در امان الله باشین، از دعای صالحتان فراموش نکنید و در حق این برادران دعا کنید که هر کسی که دلالتی کنه در حق اونها دعا کنید که خداوند همین خیلی جوانمردا در صف ما و شما یعنی باشن تا اینکه همین خیلی مسجدها و مدرسه ها را خریداری کنن و به خاطر الله و به خاطر مردمی که نیازمند است یعنی دستگیری کنن. در امان الله باشین و ان شاء الله که دیگر ویدیو همش سیو میکنید ببینید. خداوند نگهبانتون باشه. فی امان الله. از برادران رحمت همتان و دستگیری کردیتان. الحمدلله خدا خواهد این زمین تا روز قیامت انشاءالله میستاد که دشت است که فردشت است بعد از 100 سال یگان تیمان نمیمونیم، لیکن این زمین انشاءالله تا روز قیامت میستاد. هر کس دستگیری کرد که انشاءالله نامه اعمالش تا روز قیامت حساب پروردگار مینویسد. رحمت تشکر همتون و سلام علیکم. Разрешите, пожалуйста, подняться. Иншаллах. Тут будет очень прекрасная мечеть с изволением Всевышним. Тут будет вообще, машаллах, биидниллахи та'аля, будет хорошая мечеть. Тут нужно, иншаллах, ремонтировать.